در دنیا هر اشکی که ریختی، چی شب، چی روز، چی در تنهایی، یقین بدون که پروردگار هیچ اشکی ترا بی جواب نمیمونه. او میبینه، او شاهد تک تک دردهای تمامی وجودت هست. او شاهد هر یک دردی که در ته دلت میگذره. شر نیست که براش بگوی، خودش میدونه. همش جوابگری داره، هم در این دنیا هم در روز قیامت. فقط که ما انسان ها وقتی در سختی میزنیم خمون درک نمیکنیم که جوابی کدام کار منه. اما این حتما جوابی یکی از گناهامون هست. برای هیچ اشکی را به دلیل نریزون. جواب یک دعا سخته.